توجیکستان بیشتر روی زمین بیاید وطن با کار کنید. اینا اومدن کار کردن زدن گرفته سنش. کو رحمان و اینا میتونم من آخین با خودم ایزو میکشم ترا مردک بگم. خب در پشتی وکزلای خوراکای ترکی میپزه قیمتش از $1,000,000 بالای. ولی رحمان رو طلب کرده سن که رستوران بتیاد و اینو ندادن. خب برای همین با جنازه رویش کردن و از اونجا آمدن یک پوچسپک پیدا کردن قپیدن. خب زندانشون کردن. باید که رستوران بزنن بگیرن. ولی به نزدیکی میبینی یا ماشینای تخمینه یا ای ماشینای گفتی گپا کلیوپاترا دیگریشه یا ای آزاده یا ای پروینه یا ای یگان گفتی گپا اجدار دیگه ش میبینید اونجا استودگی. بعد ایرا هوی میکنن. بعد تا اونجاش خلاص میشه. بعد نگاه رحمانوف که توجیکستان بیاید کار کنید وای وطن آباد کنید. آخه وطن آباد کنه میگیرنش دخترای تی نمیخیل. اینا تا اویلت گرفته است رحمانوف. رحمانوف فهمیده سی چیزای مردم اولاد بازوری کشده گرفته است. او بس کن دیگه. آخه این طری ظلم ستم او توقعات مردم از ظلم میکنی. این همه آدمی که ابوذر گفتگیم خودت رحمانوف برای نبسنج یگان گناه نداره. برای که همین رستورانش باید بکشن بگیرن اولادت یا آزاده یا هم گفتن که کدوم دخترش گفتن حضرت هم قباسای افراد اویله باید بگیرش میره. وقتی که همین ابوذر ما خلاص میکنیم این رستوران قطعی ترک رفته است باید میره بگیره نفر اویله بعد ابوذر خلاص میکنن. این ابوذر وقتی ما پرسیدیم که خودش پول داشت گفتن نه این در مصر خواندگی بوده است اکاش همو حاجی سلیمانه همو پولش دادگی بوده است. همین رستوران راست کرده است دو دستش که تجارت کنه. ولی ببینید که تجارت تا سر میکنی میان دختر رحمانوف میزنن میگیرنش. بعد با رحمانوف چی میگه؟ توجیکستان بیشتر روی زمین بیاید وطن با کار کنید. اینا اومدن کار کردن زدن گرفته سنش. کو رحمانوف اینا میتونم من آخین با خودم ایزو میکشم ترا مردک بگم. مردک نیستی تو آخی که ما بگم اگر تو مرد باشی برای نببین خیلی خطاب مرد میشود. برای خاطر دیگه خطاب نمیکنیم چی. یک هم قد میگم که نومرد نگاه که دخترها تاکی این تا مردم ظلم دارن رستوراناشون کشیده گرفته سن بازوری مالکیتشون کشیده گرفته سن بازوری دیگر نمیدونیم که با تو با کدام زبان صحبت کنیم.